سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، جور هستی جور؟ سلامت باشه برادر گرامی. اقبال خان چی حال داری جان؟ جور است؟ صحتت خوب است؟ مچم شناختی نشناختی؟ من دل آقا هستم، دل آقا کتی رفیق قماندان غلام در خندوز. بله بفرما. سال ما فکرم که از 93 بود آمده بودی طرف خندوز، آمده بودی مهاجر شده بودی، باز آستا آستا دیگه قماندان غلام دیگه خوشش آمدی و قط زن علاقمندی نداشت و خوشش آمدی. به فکر همین 14 15 ساله بودی اون وقت لخروی بودی، خوشش آمدی. خیلی وقت کتید بود بخیم تو زنش واری بودی دیگه. قماندان غلام یکم قصه میکرد، میگفت که ما باور میکنیم میگه که 4 تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواد دیگه دیده باشم در لباتت. خیلی که قماندان غلام والا کارا کردی و باز یک چند وقت بودی قریب خیلی وقت 3 سال و چقدر رسوایی شد، چقدر گپا شد. قماندان غلام تا بیخ میگفتن او را، او عادتش بود که لباتت میگفت تا که این بیخ نزنه میگفت که کیف نمیکنم لذت نمیبرم. وطندارای افغان نیسته، باز یک عرب پیدا کردی به نام کیست، به نام ابو مسنا او را پیدا کردی. آستا آستا فهمیده که او هم در اون مرزای از طرف خامه میره. او آدم لباتت کار است، کارش وارو بازی است، وارو میزنه، از عقب میزنه دیگه. کتمو جور آمدی و یاد کیم بخیر، یاد از قماندان غلام یگام قصه میکرد و فکرم که هم کیزم ابو مسلم هم رقمی بوده دیگه. خیلی وقت دیگه خانهش برو ویجا بیاید حیات آباد بود. چقدر پیسه داد؟ $1000، $2000، $500. والا نوش جان به خدا، نوش جانت. لیکن من که فکر میکنم امیالیم تگ و دو دارم. قماندان غلام که پیدا کن پیرام اگه هستم میگه پیرام هستم، میگه یادم نمیره. 40 تا زن بگیرم یادم میره، میگه اقبال یادم نمیره. اون لباتتایی که من کت اقبال کرده بودم تابع هیچ دیگه میگه یادم نمیره دیگه. با خیلی وقت بودی تا هم سالای به فکرم که سالای چند بود، چی وقت بود دیگه. ولی که حالی هم یاد میکنه همون کی چقدر تو چقدر یاد کنی ها. آخه آدم میگه مرضی شو دیگه یاد میکنه. ابو مسنا را چقدر یاد کنی دیگه. راستی میرفتی یگون وقت طرف چی هم میرفتی؟ وقت طرف ولایت خوست افغانستان هم میرفتی. خطی ابو مسنا میرفتی و میومدی کم کم دیگه. خب ساعت تیر بود، حیات آباد پاکستان بودی، از مدرسه میومدی حیات آباد. مقصد نامد دل آغاز حال یادت باشد 14 15 ساله بودی. ما اندیوال قماندان غلام هستم، جای ما از خاناباد هسته. مرا زیاد دیده. ما یگان وقت باش یگان چیز میگفتیم با قماندان غلام. یگان وقت قصه میکرد، میگفت که ما باور میکنیم میگه که 4 تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواد دیگه دیده باشم در لباتت. برای که مردم راحت کنه تو باید محمد اقبال باشی که بعد آدم راحت کنه، کیف کنه. فهمیدی؟ محمد اقبال هر کسی را که بخواه میتیه شوره.